روز بخیر. امروز چیزی رو شنیدم که در زندگی من خودم رو تغییر دادم و گمان میکنم به شما هم کمک میرسونه. تا دیروز ما همین فکر بود اگر هر جوان رو میدیدیم، یعنی که مردی رو میدیدیم که همراهش یا دختری خالش است، چی یگون کارگرش است یا آدمی که کسی نباشد کار دارن در کوچه میرن، اولین فکری که میزد در سر اکثر ما میگفتیم عروسش است، اویمش است. پس دوم، بسیار بودن در زندگی ما خطا کردن، گناههای بزرگ کردن، ما یک عمر به چشم بد نگاهشان کردیم. اکنون گفتن که اگر رفتو در دوره‌های حضرت علی و عمر، اگر رفت و مرد رو دیدی شب عرق می نوشید، دیدی که زنا میکرد، هیچ وقت با آن نگاهی که شب کردی پگاه روزانه نگاهش نکن، چون تا صبح شاید اصلاح شده باشد، شاید اصلاح شده باشد. برای همین خدا که با این قدر گناهایش میبخشد، ما باید نقطه‌مون دیگر کنیم، آنها رو از جمع آمد، آنها رو بدبینی نکنیم، جدا نکنیم.